كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ناگهان بانگ برآرند که خواجه مرد. خیلی از وقتها خیلی از ما تو زندگی به مالمون مینازیم، به جمالمون مینازیم، به کمالمون مینازیم، به قدرتمون مینازیم، به نعمتایی که خداوند به ما داده، غافل از این که همه اینها امانتی هستند پیش ما و در یک چشم به هم زدن همه اینها رو از دست میدیم. مال به یک شبی از پیش ما میره و جمال به یک تبی ما رو رها میکنه و میره. و اگر اتفاقات دنیا هم اینها رو از ما نگیرن، مرگ به یک لحظه همه اینها رو از ما خواهد گرفت. اگر ثروتمندترین انسان روی زمین هم که باشیم، مال ما بعد از ما سودی به ما نمیرسونه مگر اینکه اونو در راه درستش استفاده کرده باشیم، صدقه جاریه‌ای از خودمون گذاشته باشیم. جمالمون اگر هر چقدر هم زیبا بوده باشیم، کمتر از یک شبانه روز بعد از مرگ دیگه از اون جمال که خبری نیست هیچ، که چهره ما به یک چهره ترسناک تبدیل میشه. و در قبر این چهره زیبا طعام کرم هاست. هر چقدر دوستهای زیادی داشته باشیم، عزیزترین افرادمون هم، حتی همسرمون، حاضر نیست بعد از گذشت 24 ساعت دیگه جنازه ما رو داخل خونه تحمل بکنه و ما رو خواهد فرستاد به قبرستان. هر چقدر قدرت داشته باشیم، نهایتاً تا نزدیک قبر با ما میاد. وزیر رو در قبر میگذارند اما وزارتش رو برمیگردونند. رئیس جمهور رو در قبر خواهند گذاشت اما ریاست رو قبل از این که به قبر برسونن به کس دیگه دادند و رفته. پادشاه تا دم قبرش پادشاه است. بعد از اون پادشاه رو در قبرش میگذارن اما پادشاهی رو برمیگردونند. کس دیگری پادشاه خواهد شد. این حقیقت دنیا است. به کسی وفا نکرده و به ما هم وفا نخواهد کرد. اون زبون برنده‌ای که هیچ کسی حریفش نمیشد، خیلی ها رو فریب میداد و خیلی ها از دستش به آزار بودند، بعد از گذشت چند روز اثری از اون نیست و طعام کرم هاست. دیگه از اون دست، از اون پا، از اون چشم خبری نیست. چند روزی میگذره و همه اینها از بین میرند. ما فقط کسانی با ما همراه خواهند شد تا دم قبر که از فامیل و یا دوستانمون هستن. اونها هم برمیگردن. همسر بیوه میشه و فرزند یتیم و مال هم به وارثین میرسه. و فقط کسانی برد میکنن این وسط که به فکر خونه آخرتشون و به فکر سفر آخرتشون بودن، یعنی قبر و مرگ. فکر کردن به مرگ فواید زیادی داره و به انسان کمک میکنه تا بهتر بتونه زندگی بکنه. در سفر آخرت به همراه شما هستیم همچنان با کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. جناب مولانا سلام عرض میکنم خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، همه علاقمندان برنامه سفر آخرت، خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و همچنین خدمت جناب استاد بزرگوار استاد فضل الحق سلیمانی عزیز در خدمت شما قرار داریم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا فکر کردن به مرگ و یادآوری مرگ که در قسمت‌های گذشته ما درباره‌اش صحبت کردیم، درباره قبر صحبت کردیم، عذاب قبر صحبت کردیم و اشاره کردید در قسمت‌های قبلی به آیات از کلام الله مجید و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. فکر کردن به مرگ، یاد داشتن قبر چه فوایدی برای ما داره، چه سودی برای ما داره؟ شاید یک جای سوال باشه واقعا چه نیازی هست ما الان به فکر مرگ باشیم و ذکر بکنیم و یاد بکنیم به قول بعضی‌ها چند روز دنیای خودمون رو تیره بکنیم و تلخ بکنیم به خاطر مرگی که خواهی نخواهی شطوریه که در خونی هر کسی رو میزنه و بالاخره میرسیم. چه فوایدی برای ما داره ذکر مرگ و یاد؟ ارتباط به مرگ و جریان فکر کردن، این که در روایات آمده و در احادیث آمده، در قرآن ذکر شده، فواید کثیری داره، فواید زیادی داره و به طور خلاصه و فشرده که اگر جمع بکنیم 10 فایده بیان میکنیم، مگر فواید زیادتر از این 10 تا و بالاخره بالاتر از اینها داره. اولین فایده ذکر کردن موت یا بیاد آوردن یا فکر کردن که روزانه مرگ بیاد انسان بیایه و در شبانه روز چندین مرتبه بیاد انسان بیایه، اولین فایده ای که داره تزهد الدنیا و تذکر الاخره. انسان رو بی‌رغبت میکنه از دنیا و این انسان رغبت پیدا میکنه به آخرت. یعنی متوجه این قضیه میشه که این دنیا دنیاییه که برای هیچ کس وفا نداشته و سرای جاویدان و همیشگی سرای آخرته. و این بزرگترین فایده که انسان تزهد الدنیا بشه، یعنی محبت دنیا از دل بیرون بشه. و خوشبخترین انسان هم انسانیه که دنیا هدف ندانه، دنیا یک وسیله بدانه. مشکل بسیاری از انسان ها که امروز زندگی میکنن، دنیا بر اینا هدف شده که این واقعا مشکل ساز شده بین امت اسلامی. الله سبحانه و تعالی دنیا رو وسیله رسیدن به آخرت خلق کرده، یعنی یک وسیله که ما رو به هدف و مقصود ما میرسانه که او بهشت و جنت الفردوسه. پس میشه که به طور خلاصه اشاره کنیم که اولین فایده ذکر موت بی‌رغبت کردن انسان از دنیا و رغبتش، شوقش، عشقش، علاقهش به طرف آخرت، اون زندگی همیشگی. دوم، الله سبحانه و تعالی
دلی که در از او مهربانی باشه او دل رو دوست داره و دلی که در از او قساوت باشه سختی باشه الله سبحانه و تعالی دوست نداره. یکی از علاج قلوب قاسیه یعنی قلوب سخت که در از اون نه رحمه نه شفقت نه ترحمه، علاجی که او دل از قاسیه تبدیل بشه به یک دل نرم و به اصطلاح رؤوف و رحیمی، علاج از او ذکر موته. یعنی اگر من احساس میکنم انسان سنگدلی هستم به یاد مرگ بیفتم، به یاد مرگ بیفتم. او انسان هایی که دل سخت دارن لحظه بنشینن که روزی این جسم زیبا، روزی این چشم زیبایی که میبینه، این گوش زیبایی که میشنوه، این زبان زیبایی که تکلم میکنه، این پای زیبایی که قدم میزنه، اینها روزی بدون حرکت و بدون اختیار و این زور و بازویی که خلاصه تا دیروز خیلی از رقیب ها رو میتونست شکست بده، امروز افتاده به چنگ مور و مار و به چنگ حشرات. خلاصه یک لحظه که فکر بکنه قلبی که قاسیه باشه و قساوت داشته باشه، سختی داشته باشه، تبدیل میشه به قلب نرم و به قلب زیبایی که همیشه کوشش میکنه که مشفق باشه، مهربان باشه. چون او انسان وقتی مرگ بیادش بیایه دیگه مرگ نزدیکترین چیز برای خود مرگ میدانه که اگر امروز ظلم بکنم شاید فردا نباشم، اگر این ساعت از دستم کسی آزاری ببینه یک ساعت بعد شاید من نباشم. در این قسمت علاج قلوب قاسیه ذکر موته. یعنی این به وسیله طبیب حل نمیشه که ما به یک طبیب، به یک دکتر مراجعه کنیم بگیم که جناب دکتر به ما یک نسخه بدی که ما قلب ما سخته، قساوت قلب دارم. نه، این باید به نسخه حقیقی مراجعه بشه که قرآن و حدیثه و قرآن و حدیث هم یکی از راههایی که قلب نرم میشه ذکر موته که مرگ باید بیاد بیایه. سوم، در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که قلوب بنی آدم مثل که آهن زنگ میزنه، قلب انسان همچنین آلوده به زنگارها میشه. آهن که زنگ بزنه او ضد زنگ میزنن، ولی قلب انسان که توسط گناه و معصیت ای آلوده شد، زنگ خورد. حالا ضد زنگ قلب چیه؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم دو چیز رو بیان کردن، یکی تلاوت قرآن عظیم الشان و دوم ذکر موت. گفتن اگر میخوایم قلب شما از او حالت زنگ و زنگارها و اینها نجات پیدا کنه، شما مرگ رو به یاد داشته باشید. قلب شما پاک میشه، صاف میشه، زلال میشه و او جلا و او زیبایی خور پس به دست میاره. چهارم از جمله فواید ذکر موت اینه که یقصر العمل، عملی که به همزه آرزوها کوتاه میکنه، آرزوها، هواها، هوسها تمام راحت میشه. اصلا چیزی که در دنیا انسانها خسته میکنه مسئله آرزوهایه. خیلی از آرزوهای دست نیافتنی هست، دست نیافته و هیچ انسانی هم در دنیا به تمام آرزوهای خود نرسیده، به تمام آرزوها، تا حتی انبیاء علیهم السلام. میشه که مثلا به طور نمونه ما بیان کنیم یکی از جمله آرزوهای رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم لشکر اسامه بن زید بود که بره و جنگ با فتح و با نتیجه برگرده. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم لشکر را ترتیب میدن، سرکرده اسامه بن زید، و در شرف رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف میبرن. یعنی این دنیا
چنین نیه که ما هر آرزویی که داشته باشیم، هر خواهشی که داشته باشیم، ما به تمام آرزوها، حتی در حدیث میاره که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم یک دایره، یک خط کشیدن و بعد از این داخل این خطها گذاشتن، یک خطر از دایره بیرون کردن. و صحابه گفتن که میدانیم چیه؟ گفتن بله یا رسول الله، الله و رسول اعلم، خدا و رسول داناتر، ما نمیفهمیم چی اصرار داره. رسول معظم اسلام فرمودن که این دایره عمر انسانه و این خطی که داخل دایره، این کارهایی که انجام میده و بالاخره اینها هر طرف میره، هر جا اینها، این خطی که از دایره بیرون شده، این آرزوی انسانه که آرزو از دایره عمر بیرون شده. یعنی هیچ کس به تمام آرزوهای خود نرسیده و نمیرسه. یکی از فواید ذکر موت کوتاه میکنه آرزوها، انسان راحت میکنه، قانع میشه. پنجم یحث التوبه. ذکر موت انسان رو وادار به توبه میکنه. مجردی که انسان فکر کنه که 1 ساعت بعد مرگ به سراغم میایه و من از خانواده جدا میشم، خانواده ای که من چقدر دوست داره، وقتی مرگ به سراغم بیایه، همون فرزندی که دیروز پدر میبوسیده امروز وحشت میکنه از اون. خانواده اکثرا این حالت که برای از دست میده، ذکر موت این وادار میکنه توبه کنه. توبه هم ما شما به هر جلسه اشاره کردیم که خیلی نقش داره در آخرت انسان، در سرنوشت انسان. توبه الله سبحانه و تعالی فقط یک پاکون داده به دست بنده خود که ای بنده بگیر ایر سرنوشته، زندگی خود ورق بزن، هنوز که مرگ به سراغتون نیامده. از ابتدا زندگی رو ورق بزن، ببین هر جایی که اشتباه کردی پاک بکن، صحیح بنویس، که وقت نامه اعمال تو در صحرای محشر داده میشه، اونجی دیگه پشیمان نشی که کاش پاک میکردم. یک پاک کنه. التائبون العابدون توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. آیات زیاده، احادیث زیاده که ان الله يقبل توبة العبد، الله سبحانه وتعالى قبول میکنه توبه. قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پس ذکر موت این فایده داره که مجردی که یاد انسان از مرگ بیایه، انسان رو به توبه کردن تیز میکنه. انگیزه‌ای که ما رو وادار به توبه میکنه یاد مرگه، چون انسان میترسه که فرصت پیدا نکنه. شما ببینیم هر کس که به یک راهی میره، یک کسی رو یک انگیزه میده، در رفتن به تحصیل، رفتن به یک سفر، رفتن به یک مکان، رفتن به یک جا، پشت سر کسی داره که او انگیزه میده، او تشویق میکنه. اما بهترین کسی که ما را انگیزه به توبه میده مرگه. اگر 1 ساعت 60 دقیقه گیر کسی 5 دقیقه ارتباط به مرگ فکر کنه، به دقیقه 6 قدم به توبه میگذاره. پس ای از جمله فواید ذکر موت بود. 6 از جمله فایده های یادآوری از مرگ و ذکر موت، انسان رو متواضع میکنه. وقتی انسان متواضع شد، کبر و غرور از اطراف از این رخت سفر میبنده. کبر و غرور از اطراف از این دور میشه. کبر خیلی عمل زشتیه. قرآن عظیمشان میگه فبئس مثوى المتکبرین، جایگاه متکبرین بد جاییه. پس
از جمله فواید ذکر موت اینه که انسان متواضع میشه. انسان هرچی قدرتمند باشه، سرمایه‌دار باشه، دارای حسن و جمال باشه، یک لحظه یاد از او بیایه که با او تکه کفن، با او بسیار پارچه پیش با افتاده پیچانده میشه در یک قبرستان که اونجا نه ظرفه، نه کاسه، نه تخت خوابه، نه بالاخره چراغ خوابه، هیچ چیزی نیست و هر سویه‌ای هم که باشه یعنی مگور جای از اونه. یه انسان فوراً متوجه میشه و متواضع میشه. تواضع، عجز، عاجزی به نزد الله سبحانه و تعالی خیلی قرب داره. یکی از علامت ها و نشانه ها و حکمت بزرگ سجده چیه؟ انسان تواضع. بلندترین عضو خور انسان که پینک باشه بالاتر دیگه، از این هیچ دیگه بالاتر نیه دیگه، و پایین ترین مرحله که جای نقش پای انسان میگذاره. یعنی از بالا یا به پایین، و پایین که رسیدی ارتباط بگیر با بالا، عظمت پیدا الله سبحانه و تعالی. پس عجز و تواضع و فرودینی. شما ببینید برادرها حضرت یوسف علیه السلام دارای یک غرور بی جایی بودن. یوسف علیه السلام چون انبیاء علیهم السلام همه متواضعن، یوسف رو به چاه انداختن. چون یوسف بود متواضع با تواضع، برادران یوسف بودن متکبر و با غرور. برادران یوسف میگفتن چا، چون رب یوسف، پروردگار عالم، تواضع یوسف را که میدید، برادران یوسف میگفتن چا، الله میگفت جا، یعنی مقام، منزلت. پس تواضعی که به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه که انسان میبینیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی خاضعون. انسان را قرب میده، منزلت میده. این از کجا پیدا میشه که انسان متواضع بشه؟ ذکر موت. از جمله فواید موت یکی اینه که انسان را متواضع میکنه و انسان به تواضع قدم میگذاره. وقتی انسان متواضع بشه شخصیت انسان هم در دید دیگران بالا میره. واقعا من تواضع لله رفعه. الله سبحانه و تعالی مقام منزلت از بالا میبره، فقط مشروط بر این که تواضع هم به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. هفتم، انسان در وقت مصائب و مشکلات کمک میکنه. وقتی که موت فکر بشه که چیه، انسان کجا میره، چه کار میکنه، بعد داخل قبر رفت، حشر شد، اینا رو که فکر کرد موتر و به یاد این میفته که موت دروازیه که ای چه کار میکنه. موت یک پولیه که وصل میکنه دوستر به دوسته. هر قدر مصائب و مشکلات بر سر انسان بیایه، موت راحت میکنه انسان، ولو که انسان دست دشمن بفته. دشمن هر لحظه که انسان رو تهدید کنه، بزرگترین تهدید دشمن چیه؟ قتل. و قتل موت. موت هم یک پولیه که انسان رو وصل میکنه دوستر به دوست. به اینه که در حدیثی که بارها و بارها گفته شد که من احب لقاء الله احب الله لقاءه. پس از این فایده که مشکلات، مصائب هموار میکنه، حل میکنه، موته، ذکر موته، یاد موته. یعنی دشمن هر قدر شکنجه کنه، هر قدر سختی سر انسان بیاره، بزرگترین شکنجه و به دست اخیر تهدید به مرگه. انسان مؤمن که فکر به موت داشته باشه، که موت رو بشناسه، حقیقت موته، که وصل الحبیب الی الحبیب میشه، برای از این راحته.
هر قدر سختی بیایه، مشکلات بیایه و بالاخره دامنگیر این بشه. نهم، موت انسان از گناه و معصیت دور میکنه. کسی که لحظه‌ای بنشینه فکر بکنه که کی مرگ میایه، خانه رو ویران میکنه، اولاد رو یتیم میکنه و زن رو بیوه میکنه و بالاخره داخل قبر تنگ و تاریک، اگر اونجی ریاض الجنه نشه چقدر عواقب خطرناکی داره. این انسان وقتی به مرگ فکر کنه، به موت فکر کنه، از فایده های ذکر موت اینه که این جا در جا اگر نیت گناه داشته باشه تصمیم خود برمیگردونه، اگر قدمی به گناه گذاشته باشه برمیگرده، اگر دست به گناه دراز کرده باشه دست رو جمع میکنه و بالاخره اگر مشغول و مصروف گناه باشه مرگ به یادی بیایه جا در جا دست میکشه. نهم که ارتباط به می برنامه ما و شما سفر آخرت ہے. از فایده های موت، ذکر موت اینه که انسان رو آماده به سفر آخرت میکنه. وقتی بیاد انسان موت بیایه انسان متوجه میشه که این سفر از من توشه میخواه، این سفر راه بسیار خطرناکه، تنگ، تاریک، وحشتناک و بالاخره سبب میشه که آمادگی به سفر آخرت داشته باشه. دهم، بر نفس و شیطان غالب میشه کسی که موت رو به یاد میاره. بزرگترین دشمن انسان نفس و شیطانه و این دوتا انسان رو به طرف گناه و معصیت هم میکشانه. وقتی که انسان بر موت فکر کنه، فکر این فایده داره، یاد مرگ این فایده داره که بر دو دشمن بزرگ که نفس و شیطانه پیروز میشه. و همچنین آخرین فواید ذکر موت اینه که اگر کسی در 24 ساعت بیش از 20 مرتبه به یاد مرگ بیفته با همراه شهدا حشر میشه. فواید موت گفتیم که فواید ذکر موت زیاده و چون وقت برای ما فرصت نمیده و اجازه نمیده، امیدواریم که همه بینندگان عزیز و گرامی این فواید ذکر موت به یاد داشته باشن که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که همیشه به یاد سفر آخرت باشیم و این سفر وقتی ما به یاد سفر آخرت بودیم یقینا برای ما توبه و ندامت و پشیمانی دست میده و توبه انسان خوشبخت دنیا و آخرت میگردانه. الله سبحانه و تعالی در لحظات سکرات موت روح ما با روح صدیقین و شهدا و صالحین حشر بگردانه. خیلی ممنونم جناب مولانا، تشکر میکنم از صحبت‌های شما و همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو همراهی کردید و امیدواریم که الله متعال همه ما و شما رو همیشه بیاد و از ذکر خودش مشغول بداره و هیچ وقت از مرگ و دیدار الله متعال غافل نباشیم و همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.